This is salt. And this is a pinch of salt. A pinch of salt. یه ذره نمک. حالا وقتی یه نفر میگه take it with a pinch of salt یعنی اینو با یه ذره نمک بگیر. وقتی یه نفر میگه take it with a pinch of salt یعنی خیلی جدی نگیر یا ممکنه کاملا درست نباشه. مثلا دوست شما میگه I read online yesterday that drinking 10 cups of coffee a day is healthy. و شما که فکر نمی کنید این خبر بتونه اونقدر درست باشه میگید I take that with a pinch of salt. یعنی من خیلی جدی نمیگیرم اینو. پس هر وقت خواستید به کسی بگید چیزی رو که یه نفر گفته خیلی جدی نگیر یا چیزی رو که جایی شنیدی خیلی جدی نگیر، ممکنه اغراق شده باشه، ممکنه کاملا صحیح نباشه، بهش بگید take it with a pinch of salt. حالا شما بگید آخرین چیزی که با یه ذره نمک گرفتیدش چی بوده؟